خبرنگاران رادیوی آزادی روز به این خانه آمده بودند که سفرماه تولد شد. سفرماه حالا 5 ماهه است. گزارش آزادی بخشیده به روز بین المللی مهنت کودکان بود و از زندگی محمد رضوان برادر سفرماه نقل میکرد. قهرمان گزارش ما به فروش آب گازناک مشغول بود و روزانه 40 سامانی پیدا میکرد. به خاطر تامین خانواده مجبور بود که به این مبلغ قناعت کند. بعد گزارش رادیوی آزادی خیرخواهان به کمک این عائله شتافتند. به گفته مادرش از حساب این کمک ها برای پسرش شناسنامه و بلیط گرفته او را به روسیه روان کرد. می آمدن روسیه نمرش اشمو می گرفتن، چی می گرفتن، کارت هوی که خیلی شوخ داره شگر هم نمرش در تلفن میکردن، سروغای خونه را می گرفتن با گجورا بیم اپاچکو کنیم خیلی می آوردن، خروکا می آوردن سوم مبلغ می دادن. خداوند خورشان نکنه. با گفته بنفشه اساساً مهاجران و مردم خیرخواه به آنها کمک کردند. از مقامات کسی به سراغشان نآمده است. بنفشه مولای و برای 4 فرزند نابالغش از دولت 240 سامانی نفقه میگیرد. امید این خانواده اکنون به محمد رضوان است که تازه به روسیه رفته است. محمد رضوان قریب 2 ماه شد طرفای روسیه ده. دسترایکا بور میفروره. آزیرش در میگه او چه همجا قرض گرفتم اکمین کدم قرضم بود کنم خیلی به نصیب رایتون میکنم. به اطلاع مقامات 3% خانواده ها در تاجیکستان مثل این خانواده کم بضاعت هستند. ماه گذشته بانک جهانی در گزارش نوشت پاندمی و بالاروی نرخ ها زندگی چنین خانواده ها را وزنین تر کرده است. کمک دولت به چنین خانواده ها اساساً جبران یک قسم برق استفاده شده می باشد. سال گذشته با کمک بانک جهانی با عائله های کم بضاعت 500 سامانی دادند. با عائله بنفشه این مبلغ نرسید چون آنها در رویخط عائله های کم بضاعت نیستند. ثبت شدن در رویخط شخصان کم بضاعت در تاجیکستان آسان نیست و به گفته برخی عائله ها سرسانی های زیاد دارد. جای زیست بنفشه مولای و قبلا در حدود ناحیه رودکی بود و 2 سال پیش به ناحیه سینا گذشت. مقامات این دو ناحیه تا حال شرح ندادند که چرا عائله بنفشه مولای و را بر روی خط شخصان کم بضاعت وارد نکردند. اگرچه کمک خیرخواهان برای چنین خانواده ها بسیار مهم است ولی مشکل آنها را پرره حل نمی کند. امید بنفشه مثل صدها عائله دیگر به سوی فرزندان مهاجرشان است. بنفشه آرزو دارد که فرزندانش مثل او روزهای سخت را نبینند. جانا